سلام بچه ها، میخوایم با هم این بافت خوشگل رو یاد بگیریم. بچه ها برای بافتش ما اول یه گره دور قلابمون ایجاد میکنیم. ببینید نخو میکشیم و سفتش میکنیم. بعد برای شروع 4 تا باید زنجیره بزنیم. 1 2 3 و 4. بعد باید پایه دوبل بزنیم. 2 دور نخ دور قلاب، این اولی و اینم دومین دور. بعد میایم توی اولین زنجیره و پایه دوبلمون رو میبافیم. نخو میگیریم میاریم بیرون. اول دوتای اول رو با هم یکی میکنیم، بعد دوتای دوم رو با هم یکی میکنیم و در آخر هم دوتای سوم رو یکی میکنیم. حالا میریم برای بافت پفکیمون. 1 2 3 تا زنجیره میزنیم. بعد نخ دور قلاب میایم توی پایه کار، یعنی پایه 3 تا زنجیرمون و پفکیمون رو میبافیم با 4 دور نخ گرفتن. این اولین بار، این دومین بار، دوباره نخو میاریم بیرون، این سومین بار، دوباره نخو میاریم بیرون و 4مین بار نخو میگیریم و میاریم بیرون که به این صورت میشه. اولین نخ که مال 3 تا زنجیره بود و نگه میداریم، از زیر باقی نخا رد میکنیم، 2 تا میمونه و در انتها این 2 تا رو با هم یکی میکنیم. حالا با 3 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 و میایم تو پایه کار، جایی که دقیقاً این پفکیمون رو بافتیم، دقیقاً همونجا بستمون یا اتصالمون رو انجام میدیم. ببینید دوباره از نخو میگیریم و از اون حلقه‌ای که دور قلابه ردش میکنیم. ببینید بافت به این صورت میشه. حالا برای ادامه بافت 1 2 3 4 تا زنجیره میزنیم. بعد میایم باید دوباره پایه دوبل ببافیم. پایه دوبل رو توی حفره‌ای که زنجیره و پایه دوبل اولمون ایجاد کرده بود، ببینید زیر پفکی توی این حفره میبافیم، یعنی داخل سوراخ. قلاب رو وارد میکنیم، نخو میگیریم، اول دوتای اول، بعد دوتای دوم و در آخر هم دوتای سوم. خب حالا میخوایم برگ بعدیمون رو ببافیم. ببینید بچه ها اول 3 تا زنجیره رو میزنیم، 1 2 3. بعد به این صورت کار رو برمیگردونیم. ببینید به این سمت برمیگردونیم و توی پایه کار، یعنی زیر 3 تا زنجیره حفره داریم، ما یه خونه داریم، داخل گندمیه میریم، داخل اون سوراخ میریم و دوباره پفکیمون رو با 4 بار نخو بیرون کشیدن میبافیم. دقیقاً تا هر ارتفاعی که بخوایم این بافت رو انجام بدیم، بافت به همین صورته. فقط باید درست برگردونیم که برگ‌ها یکی راست یکی چپ بمونه. ببینید 2 تا نخو نگه می‌داریم، بعد 2 تا نخو در انتها با هم یکی می‌کنیم، 3 تا زنجیره می‌زنیم و میایم دقیقاً جایی که نخو رو می‌کشیدیم داخل همین کار اتصال انجام میدیم یا بست مخفی یا شلال، یعنی فقط نخو میگیریم و از قلاب ردش میکنیم. دوباره بخوایم به بافتمون ادامه بدیم، 4 تا زنجیره داریم، بافت پای دوبل توی حفره زیر پفکی، یعنی توی بین زنجیره و پای دوبل قبلی که بافتیم، بافت پای دوبل توی این فضا رو داریم. بعد دوباره 3 زنجیره و برگردوندن کار رو ادامه مسیر، یعنی دقیقاً این 2 بار هر کاری که کردم تا انتهای مسیر همین تکرار میشه. ببینید دوباره 3 تا زنجیره میزنم و به این صورت کار رو برمیگردونم و توی پایه کار دوباره پفکیمو میبافم. به همین ترتیب تا انتهای کار، تا هر ارتفاعی که خواستید ببافید کار رو پیش میبریم. ببینید من اینجا بافتم هم به همین صورت بوده. فقط اینکه از قلاب خیلی بزرگتر استفاده نکنید، چون اینجوری زنجیرها خیلی بزرگ در میاد و اون حالت شاخش شلوول در میاد.